نرخ سیم کارت ها که گفته میشد به 250 سامانه رسانیده میشد و تقریبا تا 2 ماه این بحث همچنان ادامه داشت. حالا به اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان، خدمات ضد انحصاری و شرکت های موبیلی تاجیکستان به تغییر گذاشته شد، یعنی مثل قبلی همونی که در ابتدا بود دیگر نرخ ها به تغییر به فروش گذاشته می شوند. امروز نماینده خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که بعد از بررسی های زیاد در کمیسیون مخصوص حکومت تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که نرخ سیم کارت به تغییر گذاشته خواهد شد. و نماینده خدمات ضد انحصاری نیز با رادیو آزادی گفت که اون نامه‌ای که 1 ماه قبل به حکومت تاجیکستان در مسئله بررسی قیمت 250 سامانی سیم کارت پیشنهاد شده بود، تا حال حاضر که 1 ینور آنها دسترس نکردند و طوری گفته می شود این چیز همچنان مثل پیشینه باقی خواهد ماند. نمایندگان شرکت های موبیلی تاجیکستان میگویند اگر در صورتی که در آینده تغییرات پیش آمد آنها 10 روز قبل مشتریان خود را در جریان میگذارند. مسئله سیم کارت یعنی نرخ سیم کارت در ماه آگوست بالا شد و نرخ آن گفته میشد که تا به 250 سامانی رسانیده میشد، اما در آخرهای ماه آگوست یعنی 2 روز قبل از رسمی شدن نرخ 250 سامانی سیم کارت ها، پرزیدنت تاجیکستان در یک جلسه حکومتی این مسئله را باز داشت و آن را به حکومت تاجیکستان واگذاشت تا اینکه این مسئله را بررسی کنند و در نزد حکومت تاجیکستان تحت رهبری آزاد رحمان کمیسیون مخصوص تأسیس داده شد و طی 1 ماه آن بررسی کرده شد. طبع یک نماینده این کمیسیون در صحبت با ما گفت یعنی نرخ سیم کارت ها از روزنامه بررسی کمیسیون گرفته شده است و در روزهای نزدیک یعنی دوباره با بررسی گرفته نمی شود و همون انتظاراتی که مردم تاجیکستان داشتند یعنی که بدون تغییر گذاشته شود، حالا به طور موقتی مسئله به همین گونه باقی مانده است.